الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 57 از آموزش کلمت التوحید است که لا اله الا الله محمد رسول الله می باشد، که معنیش نیست معبودی بر حق بجز الله و محمد صلی الله علیه و سلم بنده و رسول الله هستند. و در حلقه گذشته و پیش از اون به شما بیان گشت که محبت این شرط صحت لا اله الا الله است. محبت الله، محبت رسولش، محبت دینش، محبت این کلمه، محبت معنای این کلمه، محبت طلبات این کلمه، محبت اهل این کلمه، این شرط صحت لا اله الا الله است. هر کسی که محبت ندارد لا اله الا اللهش صحیح نیست، زیرا که شرط صحت به جان آمده است. یعنی وقتی که همین محبت نابود شد، شرط صحیح بودن این کلمه نابود شد، یعنی این کلمه صحیح نیست، درست نیست، از شما قبول نمی شود و به شما هیچ فایده نمی بخشد. پس دلیل ها را از قرآن به شما ذکر نمودیم، تقریبا 10 آیت را به شما ذکر نمودیم که قرآن دلالت می کند که محبت این شرط صحت لا اله الا الله است. پس امروز به شما دلیل ها را از سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان خواهیم نمود، زیرا که منهج ما منهج اهل سنت و الجماعت است که در هر یک مسئله دلیل را از قرآن و بعد از این از سنت و بعد از این از علمای اهل سنت که از صحابگان هستند به شما ذکر میکنیم. و البته قرآن و سنت را به فهم سلف امت از صحابگان و تابعین به شما بیان مینماییم. بارک الله فیکم. دلیل ها از سنت اینچنین یک چند تا ذکر کرده می شود که محبت این شرط صحت لا اله الا الله است. اولینش ان ابی العقيلي ان ابي رزين العقيلي رضي الله عنه انه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله، أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. این حدیث را امام احمد در مسندشان روایت میکنند و علما این حدیث را حکمش را صحیح دانستند و بعضی از علما حسن و صحیح گفتند. پس از ابی رزین العقیلی رضی الله عنه روایت است که همین مرد به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت ای رسول الله، ایمان چیست؟ رسول الله گفتند صلی الله علیه و سلم ایمان این است که شهادت بدهی بر این که نیست معبودی بر حق بجز الله و الله یگانه است، شریک ندارد، و محمد صلی الله علیه و سلم بنده و رسول الله هستند. این ایمان است. و بعد از این ای یکون الله و رسوله احب الیک مما سواهما، الله و رسولش از تمام دیگر چیزها به تو دوست داشته تر باشد. پس ببینید، یعنی بعد از این که شهادت دادید که الله یگانه است و بعد از این که رسول الله صلی الله علیه و سلم را قبول کردید، یعنی لا اله الا الله محمد رسول الله گفتید، باید الله و رسولی که در این شهادتین آمده است از همه دیگر چیزها زیادتر در نزد شما دوست داشته تر باشد. الله را از همه زیاد دوست دارید، رسول الله را از همه زیاد دوست بدارید. البته دوست داشتن تنها به زبان و به ادعا نمیشد که بگوید که من دوست دارم و اطاعت نباشد. در این مسئله ان شاء الله در حلقه های آینده صحبت میکنیم که دوست داشتن شرطهای خود را دارد، لوازمات خود را دارد، بعضی چیزهایی که حتما ضرور است که با همراهی انسان دوست داشته الله باشد، در جمله عمل اطاعت الله و رسولش و ترک منهیات و شرک و بدعت و خرافات و غیر ذلک. و البته این حدیث دلالت میکند که دوست داشتن الله و رسولش این
شرط ایمان است. کسی که الله را دوست نمی دارد، رسول الله را دوست نمی دارد، بغض دارد، البته ایمانش نابود خواهد شد، کفر است. پس بغض، بدبی دیدن یا که دوست نداشتن الله و رسولش انسان را کافر میکند، صاحبش کافر است. دلیل دوم، قال النبی صلی الله علیه وسلم والذی نفسی بیده لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من نفسی، رواه احمد. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میگن که قسم به آن ذاتی که جان من در دست اوست، یعنی الله، قسم به الله، لا یؤمن احدکم، با ایمان نمی شود یکی از شما، البته در اینجا علامه میگه ایمان شما کامل نمی شود تا همان زمانی که مرا از نفستون زیادتر دوست بدارید. لا یؤمن احدکم، یکی از شما ایمانش کامل نمی شود تا همان زمانی که من برای همان انسان از نفسش هم زیادتر دوست داشته تر و محبوب تر باشم. البته بعضی انسان ها هستند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را دوست می‌دارند اما نفسشان را از رسول الله زیادتر دوست می‌دارند. در این حالت ما کسی را کافر گفته نمی‌توانیم. اما وقتی که اصل محبت به پررگی نابود گردد، اصلا پیامبر را دوست ندارد، در این حالت کافر است. یعنی چخیلی که ما به شما بیان کردیم در یقین، صدق، اخلاص و این چنین محبت، همه این شرط‌های لا اله الا الله که ذکر کرده شد اصل دارد و فرع دارد. اصلش نابود شود انسان کافر می شود، فرعش، شاخه هایش نابود شود ایمان ضعیف است. چخیلی که به این دلالت میکرد حدیث عمر ابن الخطاب رضی الله عنه، واقعی که با همراهی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شده است. دلیل سوم، وقال صلی الله علیه و سلم لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین. البته این حدیث را امام بخاری و مسلم روایت کردند، شیخان حدیث را روایت کردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که ایمان نمی آورد، ایماندار نمی شود یکی از شما تا همان زمانی که مرا از پدرش، مادرش و از تمام مردم زیادتر دوست بدارد. البته ما خیلی که گفتیم علما در معنای این حدیث لا یؤمن احدکم میگویند که در اینجا نفی ایمان کامل به پررگی نیست، بلکه این نفی ایمان کامل است. یعنی ایمان شما کامل نمیشه. لا یؤمن احدکم یعنی ای لا یکمل ایمان احدکم، یعنی ایمان یک از شما کامل نمی شود تا همان زمانی که رسول الله را از پدر، مادر، زن و فرزند و خود زیادتر دوست بدارید. معناش همین است که یک کس رسول الله را دوست بدارد اما پدر و مادرش را کمی زیادتر دوست دارد، در این حالت کافر نیست اما گناه بزرگ کرده است. اما وقتی که رسول الله را اصلا دوست نمی‌دارد در این حالت کافر میشه، چرا که اصل ایمان رفته است. البته این حدیث هم دلالت میکند که حب این اصل دارد و فرع دارد، فرعش این ترکش فرع یعنی ترک فرع حب، اصل نیو شاخه حب محبت انسان را گناهگار میکند، اما اصل حب، اصل محبت وقتی که نابود شد انسان شرط لا اله الا الله نابود میشد، انسان کافر میشد. دلیل چهارم بر اینکه محبت شرط صحت لا اله الا الله است این است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، البته دلیل از سنت، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ويحب المرء لا يحبه إلا الله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. متفق عليه. حدیث متفق علیه است، یعنی بخاری و مسلم روایت میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند سه چیز است که هر کسی که همین سه چیز را دریافت کرد حلاوت ایمان را در خودش دریافت خواهد کرد. اگر خواستید که حلاوت ایمان، لذت ایمان، کیفیت ایمان را بچشید، این سه چیز را در خود پیدا بکنید. یکمینش الله و رسولش برای شما از تمام دیگر چیزها و مخلوقات ها دوست داشته تر و محبوب تر باشد. یکمینش این که الله و رسولش دوست داشته تر به شما از تمام دیگر چیزها باشد. دومینش این که یک انسان را شما دوست بدارید و این دوست داشتنتان تنها به خاطر الله باشد. به برادر برادری میکنید، به یک خواهر کمک میکنید، به یک انسان دوستی میکنید، یا که خواهر به خواهر دوستی میکند و غیر ذلک، همه این دوستی که میکند این دوستیش نباشد بجز به خاطر الله. دوستی نکنید بجز به خاطر الله. هر دوستی که میکنید به خاطر الله بکنید. پس
این دومین چیز است که لذت ایمان، حلاوت ایمان را میچشاند. این دلالت میکند که انسانی که فقط به خاطر الله دوستی میکند در حالتهای میبیند که با بعضی از انسانها دوستی کرده نمیشود. انسانی که فقط به خاطر الله دوستی کردن میخواهد با بدبختان و فاسقان و بدعتکاران و مشرکان و گمراه شدگان و رافضه های و کفار دوستی نمیکند. این خودش یک عبادت بینایت بزرگ است. اما امروز ما مسلمان ها را میبینیم که سبحان الله دوستش کافر است، دوستش مبتدع هست، دوستش مرجعه هست، دوستش و رفیقش صوفی است. البته در این حالت این یک مشکلی بزرگ است. و سومین چیزی که حلاوت ایمان را در انسان پیدا میکرد و ای یکره ان یعود فی الکفر، یعنی انسان به کفر بازگشتن را بد بیند در حالتی که الله اون را نجات داده است. چگونه ای که به آتش دوزخ در آمدن را بد بیند. به یک آتش در آمدن را انسان چگونه بد میبیند؟ به درون آتش سوزان در آمدن چگونه سنگین است، سخت است. باید انسان همچنین بعد از هدایت به طرف کفر رفتن، به طرف گناه رفتن را بد بیند. این حدیث متفق علیه بخاری و مسلم روایت میکنه. یعنی در حالتی که شما به گناه دست میزنید، به طرف شرک، به طرف بدعت، به طرف خرافات رفته شدید، فکر کنید که به طرف آتش رفته شدید و زود خود را از این عمل باز دارید. و پنجمین دلیلی که اثبات میکرد که محبت این شرط صحت لا اله الا الله هست از سنت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم این است که قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. رواه احمد. امام احمد روایت میکند در مسندشون که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگن بالاترین درجه ایمان، اوثق عرى الایمان، بالاترین درجه ایمان این حب به خاطر الله است. حب به خاطر الله است، بغض به خاطر الله است، موالات و دوستی به خاطر الله است، دشمنی و عداوت و بغض به خاطر الله است. یعنی هر کسی که دوستداریش به خاطر الله است، بغضش به خاطر الله است، یک کس رو کمک کردن و یاری رسانیدن و دوستی گرفتنش به خاطر الله است، یک کس رو بد دیدن و دشمنی کردن و کمک نکردنش به خاطر الله است، البته این بالاترین درجه ایمان است. بارک الله فیکم. چخیلی که در حدیث دیگر آمده است که امام ابو داود در سننشون روایت میکنند، حدیث صحیح است: من احب لله و ابغض لله و اعطى لله و منع لله فقد استكمل الايمان. از ابو هریره و غیرشون روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و آله میگن هر کسی که به خاطر الله دوست دارد، به خاطر الله بد بیند، به خاطر الله بدهد، به خاطر الله ندهد، به تحقیق ایمانش کامل شده است. یعنی این حب ایمان، حب را، دوستداری، محبت را اصلش هم دارد، فرعش هم را دارد. اگر انسان محبت را اصلش هم داشته باشد، شاخه هاش هم به پرگی داشته باشد، ایمانش کامل میشد. اما اصل را داشته باشد، شاخه هاش را نداشته باشد، ایمانش ضعیف است اما کافر نیست. اما انسان اصلش، اصل ریشه محبت و شاخه هاش همش نابود شد، در این حالت انسان از ایمان دور است، از دایره اسلام بیرون است و کافر است، زیرا که شرط صحت لا اله الا الله به جان آمده است. بارک الله فیکم. ششمین دلیل از سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله بر اینکه محبت شرط صحت لا اله الا الله است این است که حدیثی است که ما به شما البته ذکر کردیم. این در مسئله الحب لله و بغض لله بود که ابو داود روایت میکنه. اما هفتمین دلیل این بود که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند احب لله و احبون حب الله. بعض حدیث ها زیادتر است که میگن احب الله لما یغذوکم به من نعمه و احبونی لحب الله. این حدیث ها روایت ترمذی میگن، امام ترمذی روایت میکنن و حسن و صحیح میگن. معناش این است که پیامبر صلی الله علیه و آله میگن الله را دوست دارید به خاطر آن چیزی که به شما بسیار نعمت ها را عطا کرده است و به شما غذا داده است، البته به شما هدایت را داده است، و مرا دوست بدارید به خاطر اینکه الله مرا دوست داشته است. سبحان الله. پیامبر را دوست بدارید زیرا که الله پیامبر را دوست داشته است. این دلالت میکرد که هر چیزی که الله دوست داشته است باید دوست بدارید. و این چنین هشتمین دلیل این است که از دعای رسول اکرم صلی الله علیه و آله است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله در دعایشان این چنین دعا میکردند و میگفتند اللهم انی اسالک حبک و حب من یحبک و حب عمل یقربنی الی حبک. سبحان الله. چقدر دعای بزرگ است. البته این روایت رو امام احمد در مسندشون روایت میکنن. علما حکمش رو صحیح دانستند. معناش این است که
ای الله، یا الله، من از تو سوال میکنم، مسئلت دارم، از تو میطلبم، دعا میکنم، حبت را، دوست داری محبتت را. من از تو میپرسم که دوست بداری. کی را؟ مرا. یعنی به من توفیق بدهی که من تو را دوست بدارم و تو مرا دوست بداری. البته علما در این معنا میگن که هم حب دو جانبه است، اما معنای ظاهری را وقتی که می‌نگریم این است که ای الله، من از تو میپرسم که بر من حب خودت را، عشق خودت را جای بگردانی. یعنی ای الله، مرا یک انسانی گردان که تو را دوست بدارم و دوست داری کسانی باشم که تو آنها را دوست می‌داری. از تو میپرسم که به من یک توفیق بدهی که هر چیزی که هر کسی که تو دوستی من اونها را دوست بدارم و هر یک عملی که مرا به سوی تو و به سوی محبتت نزدیک میکند همون عمل را دوست بدارم. اللهم انی اسألک حبک و حب من یحبک و حب عمل یقربنی الی حبک. و دوستداری عملی را که نزدیک میکند به دوستداری تو. الله اکبر. البته این دعا هم دلالت میکند که مسئله حب، دوست داشتن شرعی به نهایت عملی بزرگ است و عبادتی خیلی هم بزرگ است. از همین جهت است که محبت شرط صحت لا اله الا الله شد. پس دوست داشتن ذات الله عبادت است و غیر الله دیگر چیزها را هیچ وقت خودش را، ذاتش را دوست نمی‌دارد. به یگان سبب دوست می‌دارد. پدر مادر را به خاطر چی دوست می‌دارد؟ به خاطر اینکه سبب دارد. سببش این است که شما را سبب شدن که به این دنیا آمده اید و شما را تربیت کرده اند، به شما نیکی کرده اند و مسلمانند. از همین جهت. اما الله را به یگان سبب، الله را خودش را دوست داشتن ضرور است. دیگر چیزهای دنیوی رو به سبب، البته در آینده باز وسیع‌تر به این مسئله داخل میشیم و میفهمیم. دلیل نهم از سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بر اینکه محبت شرط صحت لا اله الا الله است این است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در خطبه اشون میگفتند، امر مینمودند، چلی که در مصنفشون ابن اسحاق راهوی ذکر میکنند، میگویند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگفتند احب الله من کل قلوبکم، الله را به تمام قلبتان دوست بدارید. این امر است، امر دلالت به وجوب میکند. البته دوست داشتن الله واجب است و این اصل دین است که ما بیان میکنیم. البته اصل موالات، اصل محبت، این همه اصل دین است. دهمین دلیل که امام بخاری روایت میکنند، ذلك منافق لا يحب الله ورسوله، یعنی این منافق است زیرا الله و رسولش را دوست نمی‌دارد. یعنی هر کسی که الله و رسول را دوست نمی‌دارد منافق است و صفت نفاق است، که این روایت را امام بخاری میکنند، از درون حدیث طولانی ذکر شده است. بارک الله فیکم. پس این دلیل های از سنت صادق المصدوق رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود که همه اش اثبات میکند که محبت این شرط صحت لا اله الا الله است و بودن محبت و دوست داشتن کلمه لا اله الا الله، دینش، رسولش و خود الله سبحانه و تعالی و مؤمنین و اهل این کلمه و طلبات این کلمه، این امر واجبیت دین است، فرض عین به هر یک مسلمان است و این اصلی شرط قبول لا اله الا الله است. شرط صحت لا اله الا الله همین است. وقتی که کسی لا اله الا الله را بگوید، معنیش را بفهمد، یقین داشته باشد، اخلاص داشته باشد، اما دوست ندارد، اما محبت ندارد به این کلمه، از این کلمه خوشش نمی آید، پس این انسان که محبت بر این کلمه ندارد، محبت الله ندارد، این انسان آن چیزی که الله دوست داشته است دوست نمی دارد، یا که اهل توحید را دوست نمی دارد، اهل توحید را بد می بیند، به سبب توحید اونها را بد می بیند، این انسان کافر است، از اسلام بیرون شده است و خود را مسلمان گفته باشد مرتد شده است و کلمه لا اله الا الله برای انسان فایده نمی باشد. معنای شرط صحت همین است. یعنی وقتی که این
شرط به وجود نامد، یعنی محبت وقتی که به وجود نامد شرط نابود شد و این کلمه صحیح نشد. وقتی که این شرط به وجود آمد کلمه صحیح شد. شرط صحت معناش همین است که البته ما در حلقه های گذشته خیلی در بالا گفته بودیم که شرط چند نمود است: شرط الوجوب، شرط الصحه، شرط العقلی و شرط العادی و شرط العرفی. 5 نمود شرط رو به شما البته هر یکش رو ذکر کرده بودیم و مثال ها رو ذکر کرده بودیم. بارک الله فیکم. با همین بیان گشت که قرآن و سنت ظاهرا دلالت میکند، نص ظاهری قاطع، خاص، عموم، خصوص، در همه حالتاش دلالت میکند که محبت شرط صحت لا اله الا الله است و علما بیهوده این محبت رو ذکر نکردن که شرط صحت لا اله الا الله است. به هر یک این شرطایی که ذکر کردیم البته دلیل ها رو از قرآن 10 تا، از حدیث 10 تا 15 تا به شما ذکر کردیم و ان شاء الله در حلقه آینده سخنهای علما رو در این مسئله، در مسئله اینکه محبت شرط صحت لا اله الا الله است، به شما شرح و توضیح و بیان خواهیم نمود. با امین الخير و به پایان میرسانیم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از الله می طلبیم که ما را موفق به محبتش بکند. اللهم انا نسألك حبك و حب من يحبك و حب عمل يقرب